دعای امام حسین روز عاشورا به فرزندش امام سجاد آموزش میده برای حوائج بزرگ، برای گرفتاری ها و بلاهایی که خیلی سخت تحمل کردنش. امام سجاد روز عاشورا میفرماید پدرم ابی عبدالله منو به سینه خودش چسبوند و صدا زد فرزندم، این دعایی که میخوام یادت بدم از مادرم فاطمه زهرا، از پدرش پیغمبر و پیغمبر اکرم مستقیم از خود جبرئیل، از خداوند متعال به من آموزش داده. اگر حاجت بزرگی داری، اگر هم و غم وجودتو گرفته، اگر اضطراب و استرس داری، دستت خالیه، نمیدونی باید چطور و به چه کسی مراجعه بکنی، این دعا رو حتما روز عاشورا یک بارم که شده با خودت تکرار کن. من دعا رو میخونم، تو کپشنم برات میذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر. صل علی محمد و آل محمد وافعل بی. یعنی خدایا با من انجام بده. اینجا حاجت تو میگی، فارسی هم بگو، هر چی از خدا میخوای درخواست کن.